الرحیم. چطور میتونیم که یک ویروس جور کنیم که کامپیوتر ما هنگ یا جام باره؟ میریم در رن، میریم انتر نوتپد تایپ میکنیم، بعد نوتپد بر ما باز میشه، تایپ میکنیم start. بعد از ویدیو سلکت آل میگیریم، کپی میگیریم. بعد از کپی گرفتن اینه چی میگیم؟ و می اندازه بس هست که هرچی ما استارت نوشته کنیم کامپیوتر ما همون ویروسی که ما جور میکنیم قوی میشه. ما میخوایم که آموزشی باشه. بعد از اون اد آف باید میگیم یک مسیر داشته باشه MS H. میگیم این ستاره رو برش میگیریم، شفت 8 میگیریم. بعد از مسیر باشه میگیم بعد فایل میریم، اینه چی میکنیم؟ سیو از میگیم میشه وید استاپ هست، نامش هر چیز باشه هک میگیریم، میدار چی باشه بی آیدی بی تیره چی میکنیم؟ سیو کتاب ویروس مکار. بعد ایره کلوز میگیم، میخوایم ویروس رو امتحان کنیم که ویروس برای جور شده. وید استاپ میریم، ویروس هک این سرزی کلیک میکنیم، message that you got a virus hacking. طریقه ویروس جور کردن طریقش هست که میتونیم که همراه دوست ما شروع کنیم.